بازگشت پرچمبرداران میهن از قهرمانی جهان اوید به صنعت محاربه‌های آمیخته غیر کسبی ادامه دارد. قابل قید است که مسابقه مذکور در شهر العین امارات متحده عرب جریان داشته. هیئت منتخب نورستان جوانان تاجیکستان عبارت از 54 نفر ورزشکار امیدبخش در این مسابقه سطح بلند شرکت کرده به دستاوردهای نظررس دست یافتند. رزمیکاران کشور و ضمن بازگشت در فرودگاه بین المللی پایتخت مربیان، والدین و دوستان و پیوندان صمیمانه پیشواز گرفتند. من سالتور وابکر و من در چمپیونات جهان محاربه داشتم و من انشغال جو یکم گرفتم. ما قطعی بچه‌هامون دستبار 2 ماه قطعی تجمع مشق کرده بودیم و خیلی تئوری زیاد دیده بودیم. 2 ماه خیلی مشق‌های تمرین کرده بودیم و هر یک تا ورزشگرای ما امید داشتیم که ما سربلند می‌بینیم و همین با امیدمون و مقصدمون رسیدیم و این ما چمپیون جهان شدیم. من برای محمد شافعی در چمپیونات جهان اوید به ایماف جای اول را اشغال نمودم. من در این مسابقه 5 حریف داشتم که حریفان من از دولت‌های کیپر، گروزیا، اوکراین، تاجیکستان و پولند بودند. من 2 تا آنها را با اصول باقی کردن شکست دادم و 3 تا دیگرش را با خلاصه داوران. از همه حریف سرسخت‌ترین من حریف دوم از گروزیا بود که من قریب وی مرا مغلوب میکرد. من از فدراسیون تجمع می‌نت دارم که ما ورزشکاران را دستگیری می‌نماید و به مسابقه‌های جهان میبرند. جای تاکید است که تیم نورستان و جوانان صنعت محاربه‌های آمیخته تاجیکستان در چمپیونات جهان زیاده از 20 نشان به خزینه ورزشی میهن وارد کرده از نتیجه دستاوی نیز برنده مقام‌های افتخاری شدند. مربیان و مسئولین صاحب و تشکیل جماعت‌های تعلیمی و تمرینی بهترین‌ها را انتخاب کرده به این چاره‌بینی سطح بلند سفربر نمودند. با اطلاع مربیان منتخب در روزهای بعدی نیز ورزشکاران ما امکان خوب دارند تا برنده زینه‌های افتخاری شوند، زیرا تاجیکستان در حال حاضر دارای یکی از منتخب‌های قوی از نمود صنعت محاربه‌های آمیخته غیر کسبی میباشد.